با سلام خدمت اعضای کانال. این بار با آموزش دوخت یقه فرنگی در خدمت شما هستیم. اگر میخوام ببینید که یقه فرنگی چجوری دوخته میشه و فرقش با یقه های معمولی چیه، لطفا این کلیپ رو تا انتها ببینید. ابتدا برای دوخت یقه لایر که به پارچه چسبونیم با اتو به این شکل روی دست زیرش میذاریم. دور تا دور یقه رو به این شکل میذاریم. یه نکات ریزی داره دوخت این یقه ها که به این کلیپ سعی میکنیم بهتون بگیم. اگر رعایت کنید دوخت تمیزتری رو خواهید داشت. برای دوخت یقه ابتدا از اینجا که میخوان سرقرصی رو بزنید و شروع به کار کنید، توی یقه ها معمولا افراد 1 میلیمتر فاصله میذارن برای دوخت یقه هاشون از کنار لایه، ولی بهتره که این قسمت رو 2 میلیمتر بذارید. دلیلش هم بهتون میگم. این قسمت باز همون 1 میلیمتر فاصله. توی کارهایی که پارچه های خیلی شلی داره مثل پارچه غذا بهتره که فاصله رو کمتر کنید. حالا مثلا ما این فاصله همون یکم زیاد شد، اگه یکم کمترش کنید دوخت تمیزتری بهمون میده. پارچه اگه زخیم بود مثل کارهای زمستونی، این فاصله اینجا باید بیشتر باشه تا نوک یقه قشنگ برگرده نوک بشه. دست زیر کار رو توی دوخت یقه باید یکم بکشیم از زیر. خب این قسمت که رسیدین یکم با انگشتتون دست زیر رو میکشین. باز فاصلهش رو سعی میکنین یکم نسبت به مثلا اینجا این قسمت بیشتر بشه. آرایش هم که دیگه مثل یقه‌های معمولی انجام میدیم. خب یقه آرایش شد دور تا دورش به این شکل. بعد کارهای سریزی مخصوصا حتما باید تقلا بخوره به این شکل. حالا کارهای شخصی بعضیا نمیزنن ولی بعضیا تقلا میزنن. به این شکل تقلاش هم میزنیم و فشار میدیم تا محکم بچسبه بکن. میریم برای برگردوندن یقه هم به این شکل که دست میکنیم تو این شکلی یقه در میاد. بعد بقیه کارم با سوزن سعی میکنیم نوک رو تیزترش کنیم. سوزن زدن به این شکله که یکی از پشت این برشن همین شکل سوزن از اینجا فرو میکنیم تا نوک تمیز و خیلی تیزی بهتون بده. اینیم برای روبخیه یقه های هم به 3 شکل انجام میشه. بعضیا نیش میزنن، بعضیا نیم پایه، بعضیا هم پایه. حالا ما پایه رو عوض میکنیم، میخوایم نیش بزنیم. برای نیش زدن از این پایه ها استفاده بشه بهتره. با این شماره این شماره پایه که نیش قشنگی میده. پایه های دیگه هم هست برای نیش زدن ولی این قشنگ تر میده. این پایه هم هست که برای نیم پایه زدن خوبه.
گفتیم که این قسمت رو دست زیر رو میکشیم، به خاطر این بود که وقتی میخواین رو بخیه بزنید پارچه اینجوری نمیاد روی کار، خودش میره پشت کار برای رو بخیه زدن راحت شه. خب رو بخیه کار خواستیم بزنیم درجه رو یکم بیشتر میکنیم که بخیه قشنگ این از رو بخیهش. برای زوم دوربین باید میری بهتون نشون بدیم که نوک کار قشنگ دیده بشه. خب این پشت یقه میبینید که هیچ بادی یا اضافه پارچه‌ای نداره، یعنی باید اینجوری دوخته باشه. خب لاسکنه کارم لبش رو باید بدوزیم. خب برای دوخت لاسکنه ما که به پارچه چسبیده رو پایینش رو آرایش کردیم، این بغلش هم با چرخ آرایش کردیم. آهنربا رو میذاریم که موقعی که میخوایم لبه رو بدوزیم یک دست بدوزه به این شکل. دستمون اینجوری نگه میداریم. یک دست دوخت میزنیم. خب این آهنربا اینه که دوخت تمیز میکنیم. خب حالا لاسکنه رو میذاریم روی برگه، این شکل برش میکنیم به هم. آهنربا رو برم میداریم و دست زیر کار رو میدوزیم. چیزی که لازم توضیح بدیم، اگه دیدین پایین کارتون، پایین زیر لاسکنه اینجوری صافه، شما وقتی میخواین لاسکنه رو کار رو بذارین روش، این قسمت رو یکم بدین بالاتر، پایین لبه کار نذارین، پشت کار یکم پارچه اضافه. بهتره که این قسمت رو بودن 1 سانت بدیم بالاتر، بعد دور کار رو میدوزیم. سمت هم همینجور. خب اینو باز آرایشش میکنیم. خب آرایش که کردیم برمیگردونیم، بعد وسط کار رو با ناخن یا با ماسوره میکشیم باز بشه، صاف بشه. خب حالا نکته که فرق کار یقه فرنگی و کار معمولی رو اینجا مشخص میکنه اینه که تو کارهای معمولی دیگه چرخکار از همینجا بخیه رو شروع میکنه، یک نیش یا نیم پایه میزنه تا اینجا، ولی تو کار فرنگی دیگه این قسمت رو بخیه نمیزنن، میرن اتوش میکنن دیگه، با اتوی بخار پرسش میکنن هم روی کار هم پشت کار. حالا ما اتوش دادش رو بهتون الان نشون. خب دوستان این کار که رفت اتو خورد بعد پایینش آرایش میشه. این قسمت ها باید چرت بخوره که این چرت ها میفته روی بخیه سرشانه. هرچی نزدیکتر به بخیه سرشانه باشه دقت کار بیشتر میشه، چون ما میفهمیم که نشونمون از درس چقدر فاصله داره. هرچه فاصله این بود این هم سعی میکنیم از سرشانه همونقدر فاصله بدیم تا یقمون راست در بید. بعد برای نشون زدنم روی یقه بعضی ها از مداد استفاده میکنن، بعضی ها خودکار یک نقطه اینجا میزنن که
حالا ما توی این کار چون میخوایم تمیزتر در بیه با هم ناخن یک نشون اینجوری میزنیم، ردش که بیفته ما دیگه میفهمیم که مثلا علامتش کجایه. این قسمت هم نشونشو میزنیم، دیگه از خودکار یا مداد استفاده نمیکنیم. خب حالا میریم برای وصل کار. وصل کارهای یقه‌های فرنگی با کارهای معمولی هیچ فرق نمیکنه، فقط تو رو بخیه زدنش فرق میکنه. این اضافه های پیش ما باید آرایش کنیم، بعد نگاه میکنیم ببینیم مثلا پیشامون یک اندازه هست، مثلا چون بعضی کارا تو برش این قسمت دقیق در نمیاد، مثلا بعضی موقع شده اینجوریه کار، ما باید خودمون درست کنیم با آرایش. خب حالا این دقیقه، میریم برای وصل. کار رو گذاشتیم، یقه رو با این فاصله از لبه کار میذاریم. خب سعی میکنیم بخیه دقیقاً از کنار همین لاسکنه رد بشه برای وصل. حالا بعضیا پایه رو این لاسکنه رو میدن بالا، چشمی از همینجا رد میشه که خیلی دقیق در نمیاد، برای رو بخیه زدن جالب نیست. خب اینو به همین شکل وصل میکنیم تا انتها. این درزم دقیقا نشونمون باید رو همون بیفته، چون روی که اول همونجوری گفته بود. این هم یک نگاه میدادیم چجوریه. این هم دقیقا همون لب به لب کار. خب این برای روبخیه. روبخیه کارهای معروف به فرنگی دیگه مثل کارهای معمولی از اینجا شروع نمیکنیم بخیه زدن، یا مثلا بعضیا از این ور شروع میکنن به بخیه کاری، مثلا از اینجا میزنن و میرن تا انتها. نه، برای کارهای فرنگی چون اینجا با اتو چیز شده و بخیه نداره، ما باید از اینجا کار شروع کنیم به بخیه زدن. برای چی؟ برای که تو کارهای فرنگی میخوان کار تمیز در بیاد، نمیخوام مثلا اینجا سرقرصی داشته باشه اینجا سرقرصی داشته باشه، حداقل سرقرصی زدن رو تو این کار داریم، پس باید از اینجا شروع کنیم تا یک کار تمیز رو شما بده. خب شروع میکنیم بخیه زدن. کار رو اینجاشو درست میکنیم. این نشونمون دقیقا روی طرفانه، هر جای این نشون افتاد یکی اونوری هم باید همینجا بیفته. می‌ذاریم زیر چرخ. اگه چرختون از این کامپیوتری های، سعی کنید تعداد سرقرصی تعداد کوک سرقرصی شو حداقل کنید، مثلا 4 تا نباشه 3 تا نباشه، همون یکی یا 2 تا کافیه. خب این نشون من دقیقا همینجا میخوره. حالا این قسمت رو درست میکنیم. قسمت رو با قیچی سرنخ میدیم بده تو. حالا بعضی ها با سوزن، مهم این که شما با کدوم راحت ترین.
اینجا کار که رسیدین، کار میچرخونین، 2 تا کوک میان پایین. حتی این سلیقه‌ایه، بعضیا همین رو ادامه میدن تا انتها نیش میدن. حالا ما این کار باز به این درد سرشون این وقت رسیدین، میان دوباره نیش میدن. این شکل کار رو همینجا درستش میکنه زیر دستتون. قسمت هم بخیرش رو قشنگ گرد میزنیم که کارمون زشت نشه. این کار رو اینجا شون با دست درست میکنیم. و ادامه کار. اینجا دیگه سرقرصی نمیزنیم دیگه، همونجور 2 تا 3 تا کوک رگ میشیم و نخونیم که سرقرصی هم زدیم مشکل نیست. خب این از بخیه پشت کار. اگه نگاه کنید قشنگ اینجا نیش خورده، این یعنی که کار دقیق و تمیزه. این از بخیه روی کار. خب بهتره که اگه سرنخی چیزی هم بود اینجا همینجا سرنخ هم میزنیم که کارمون سکه بشه دیگه، تمیز. این هم از این سمت کار بخیه کاریش رو میبینیم که بعد اگه سرنخ چیزی هم داشت کار رو بزنیم که هرچی کار کمتر سرنخ داشته باشه تمیزتر و بهتر. این هم از بخیه کاری پشت. دقیقا از ابتدا تا انتهای کار هر جاش رو نگاه کنید نیش خورده. این یعنی که کار تمیز و با دقت دوخته شده. چرخکار حرفی باید کارش همینجوری باشه، پشت کار روی کار نیش بخوره کار. این هم از دوخت یقه فرنگی. امیدوارم که این آموزش به درتون خورده باشه و تونسته باشه اطلاعاتی بهتون اضافه کنه جهت اینکه کار تمیزتر و قشنگتری رو بتونید برای خودتون یا اعضای خانواده بدونید. اگه حرفی هستین که هیچ، اگه مبتدی هستین و دوست دارین کار تمیز قشنگ یاد بگیرین، لطفا این کانال رو سابسکرایب کنین و حمایت کنین تا ما هم دلگرم بشیم برای آموزش‌های بعدی. و این کانال اگه سابسکرایب داشته باشین، فیلم‌های بعدی، کلیپ‌های بعدی، آموزش‌های بهتر، دقیق‌تر و حرفی‌تر هم نظر داریم که بذاریم توی این کانال. و توی این کانال در آینده نزدیک لینک سایت گذاشته میشه، میتونین که از این سایتی که لینکش رو براتون میذاریم داخلش بریم و داخل سایت میخوایم پیراهن بذاریم که اگه دوست داشته باشین از طریق همین سایت هم پیراهن خریداری کنین. و ممنون که تا اینجای کلیپ همراه ما بودین. خداحافظ.